این حادثه چند سال پیش رخ داده بود. در صنف 7 می‌خواندم. روز بعدی درس ایلوگی برآمده به خانه برمیگشتم که چشمانم به یک گروه جوانان افتید. یکی از آن جوانان به من چسبیده گپرانی را سر کرد. رفیقانش را از راه گرداندنی شدند، اما آن جوان تنها دست افشانده مرا مثل سایه دنبالگیری نمود. قدمهایم را تیزتر کردم. به قفا نگریستم که آن جوان همان حال هم مرا دنبالگیری می نمود. دلم در قفس سینه تنگ می شد. نفسم در گلویم می پیچید. خلاصه به چراغک نزدیک شدم. به قفا نگریستم. آن جوان اوباشنما به معنی به چنگم افتیدی به سوی من چشمک زده مسخره‌آمیز می خندید. چراغک سبز همگی بعد 2 ثانیه خاموش می شد. از بین قطار ماشین ها جان حول به آن سوی راه می دویدم. قریب مانده بود که در زیر چرخ ماشین هم مانم. از همان روز سر کرده از آن طرفی راه گذشتن از ترس دیگر جرأت نمی کردم. این قصه از سرگذشت‌های نهانی زنان و دختران بود. متاسفانه چنین حادثه ها در حیات زنان و دختران زیاد روی می دهند. زورآوری مانع پیشروی بانوان در جاده‌های گوناگون زندگی گشته به زنها، عائله و جامعه تاثیر منفی روانی، اجتماعی و اقتصادی می رساند. پس بیایید در یک جایگی بر ضد خشونت علیه زنان و دختران در جایهای کار، در جایهای جمعیتی و عائله مبارزه برده این پدیده نامطلوب را ریشه‌کن نماییم.